فریده قطبی، مادر فرید دیبا، پس از ازدواج دخترش با محمدرضا پهلوی در سال 1338 به دربار پهلوی راه پیدا کرد. پیش از این فریده زندگی سختی را پشت سر گذاشته بود، اما با ورود به دربار زندگیش به صورت تغییر کرد و گذشته‌اش به فراموشی سپرده شد. در این ویدیو می‌خواهیم حقایقی درباره زندگی فریده قطبی را بررسی کنیم و به شایعات و دروغ‌هایی که گفته شده است پایان دهیم. پس ممنون میشم قبل از ادامه ویدیو با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال از من حمایت کنید. فریده قطبی فرزند باقر امجدسلطان در 11 بهمن 1298 خورشیدی در لاهیجان در خانواده اصیل و فرهنگی به دنیا آمد. با وقوع تحولات سیاسی و اعلام جمهوری سوسیالیستی گیلان توسط کمونیست‌ها در سال 1303 خانواده قطبی به تهران مهاجرت کردند. این مهاجرت نه تنها محل زندگی آنها را تغییر داد، بلکه زندگی فریده را نیز به مسیری متفاوت سوق داد. در تهران فریده تحصیلات خود را در مدرسه ژان دارک به پایان رساند و پس از فارغ التحصیلی در یک خیاطی مشغول به کار شد. سرنوشت در این خیاطی بود که او را با سهراب دیبا، یک افسر ارتش و فرزند یکی از خانواده‌های معتبر آذربایجانی آشنا کرد. سهراب که دوران کودکیش در مرکز نظامی سن پترزبورگ گذرانده بود، به دلیل انقلاب در شوروی مجبور به فرار به فرانسه شد و در آنجا تحصیلات خود را در رشته حقوق و نظامی ادامه داد و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه نظامی سنسیر به ایران بازگشت و وارد ارتش شد. ازدواج فریده و سهراب در سن 19 سالگی آغازگر داستانی شد که با تولد فرید دیبا دختر آنها به اوج خود رسید. اما این خوشبختی دیری نپایید که سهراب دیبا در سال 1326 در حالی که هنوز در اوج جوانی بود به دلیل ابتلا به سرطان لوزالمعده دار فانی را وداع گفت و این حادثه تلخ مسیر زندگی فریده و فرح را برای همیشه تغییر داد. فریده قطبی بعد از مرگ همسرش دوباره ازدواج نکرد و با برادرش که اوایل ازدواج هم با او زندگی میکرد به زندگی خود ادامه داد. برخلاف باور خیلی‌ها فریده مشکلات مالی آنچنانی نداشته و توانسته بود با کمک خانواده همسرش فرح را به بهترین مدرسه کشور و بعد به دانشگاه معماری پاریس بفرستد. در سال 1337 زمانی که محمدرضا پهلوی برای مذاکرات رسمی با ژنرال دوگال به فرانسه سفر کرده بود، با جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه دیدار کرد که یکی از این دانشجویان فرح بود. چند هفته بعد زمانی که برای بورس تحصیلی به اردشیر زادی مراجعه کرد، اردشیر زادی اونو برای ملکه آینده ایران شدن مناسب می‌بینه و ترتیبی میده که شاه و فرح در خانه والاحضرت شهناز با هم ملاقات کنند که بعد از چندین دیدار و گفتگو شاه به فرح پیشنهاد ازدواج میده و با هم در سال 1338 ازدواج میکنند. با این ازدواج زندگی فریده قطبی دگرگون میشه و با عنوان یکی از اعضای اصلی خانواده سلطنتی وارد دربار پهلوی شد. این تغییر موقعیت اجتماعی تحولات بسیار زیادی به همراه داشت. حسین فردوس دوست نزدیک محمدرضا پهلوی در خاطراتش وضعیت جدید خانواده دیباها رو این چنین توصیف میکنه: با ازدواج محمدرضا و فرید دیبا وضع این خانواده به کل تغییر کرد. از سراسر کشور هر چه دیبا بود با شجره‌نامه‌ای در دست برای دست یافتن به منافع مالی به دربار مراجعه می‌کردند. فریده قطبی مادربزرگ ولیعهد بود و دستوراتش در سازمان‌ها بدون مخالفت اجرا می‌شد و در برخی از سازمان‌های تحت نظر شعبانو فرح دارای مسئولیت هم بود، مثل قوام مقامی بنگاه حمایت مادران و نوزادان، قوام مقامی مرکز طبی کودکان، قوام مقامی جمعیت ملی مبارزه با سرطان و عضو شورای عالی مرکزی طبی کودکان. فریده از این پس از زندگی مرفهی برخوردار بود و حقوق ثابتی برایش تعیین شده بود و با درآمدهایی که از انجام مسئولیت‌هایش به دست می آورد 19 سال در دربار پهلوی به خوبی زندگی کرد. با وقوع انقلاب ایران فریده قطبی نیز مانند بقیه اعضای خانواده پهلوی از ایران خارج و به آمریکا رفت و از آمریکا به پاریس نقل مکان کرد و در نهایت در سال 1379 در گورستان پاسی به خاک سپرده شد و تنها چند ماه بعد لیلا پهلوی کوچکترین نوه‌اش در کنار او به خاک سپرده شد.